درود به شما بیننده عزیز یوتیوب کانال ما. توجه نمایید به قصه نوبتی که واقعا هم قصه عبرتناک است، به ویژه در این ماه مبارک رمضان. مرد چنین قصه می کند: روزی برای خریدن مرغ بریان به بازار رفتم. انتظار فرمایش خود در کنار ایستادم. ناگاه مرد در تن لباس فقیرانه آمد. از صاحب طربخانه که مرغ بریان نیز می فروخت پرسید: مرغ چند سامانی است؟ مرد به او گفت: از 50 سامانی سر می شود. مردی فقیر از نزد فروشنده کنار رفت و من دیدم که چگونه پول خود را حسابی می کرد. بعد به نزد فروشنده یعنی صاحب طربخانه برگشت و گفت: لطفاً می توانستید به من یک مرغ خردتر را با نرخی ارزانتر نشان می دادید؟ زیرا فرزندم بیمار است. دل او مرغ بریان می خواهد. صاحب طربخانه ناگاه تلفن را از جیبش برآورد و گویا به زنگ جواب داد. در حضور مرد فقیر تبسم می کرد و با خوشنودی سر خود را می جنبانید. زود زنگ را با این سخن تمام کرد: ای خدا را شکر، پروردگارا برای این نعمتی دادت. پس از خاموش کردن تلفن زود 2 مرغ کلان بریان را آورد و به مرد فقیر داد و گفت: این هدیه از من است. خداوند به من 2 پسر دوگانیک نصیب گردانیده است. از من به شما تحفه. می خواهم در این روز شما نیز خوشحال باشید و به فرزندتان خداوند شفای کامل و عاجل نصیب گرداند. مرد تحفه را پذیرفت، از شادی دست به دعا برداشت و گفت: افتخار تو را بلند گرداند و تو را با حضور فرزندانت برکت دهد. تشکر به تو. مرد رفت و من به نزد صاحب طربخانه آمدم و به اختیار گفتم: مبارک شود، تبریک شما را، صاحب 2 پسر گشته اید. مرد به من تبسم نمود و گفت: به من عموما کسی زنگ نزده است. من راهی را پیدا کردم که به این آدم کمک کنم، زیرا او نیاز دارد. می خواهد خواسته فرزند بیمارش را اجرا کند. من این اصول را برای نگاه داشتن شأن و اعتبار او اجرا کردم تا احساس نکند که این خیر بود. بله بیننده عزیز، زیر لب به خود چنین گفتم: خدا را شکر که این دنیا حالا هم خوب است. ببینید چگونه مردهای سخاوت پیشه بودند. پس دعا کنید در حق آن نفرانی که از بزرگان اخلاق خوب آموختند.